ما دخترای را دیدیم از این مکتب فرار کرده 12 ساله 13 ساله دختر صنف 7 مکتب که بچه 35 ساله در ولایت فرار میکنه. چرا؟ این قشاوتش در فرقش است که نکاح خب پدرش امی کتم یک بچه رابطه نامشروع داره میگه بیا خواستگاری که میاد پدرش یک لیست میته پنجلگی و این توانایی بچه نیست که تم بچه را میگه بیا که بگریزه، یعنی میگریزه فرار میکنه، آبروی پدر مادر قوم خود دم زمین میزنه. چرا؟ به خاطر که شهوت در اینجاست. عمرشان 13 سال است و این پدرای ظالما بعضش او بچه میگه من میرم میگیرم و میفهمم که رابطه نامشروع داره دخترش، هنوزم نمیته، هنوزم دختر خدا نمیته، میگه پیسه زیاد به من بیار